اتفاقی افتاده و توضیح بدی چی شد اصلا؟ ما داشتیم از مشهد تشریف می آوردیم به تربت ایدریه. بله. بعد توی راه بچم داشت یه ذره پاهاشو میزد به در، چون تو صندلی عقب خوابیده بود. بله. بعد بلندش کردم آوردم رو پام، دیدم پاهاش خشکه، اصلا بلند نمیشه. بچه از تو بله. دهنش مثل یه چیز داره میه بالا، فکر کردم داره بالا میاره. بچه ماشین نگه داشتیم، بعد دیدیم بچه کلن خود تموم کرده، اصلا نه نفسی نه ضربان قلبی نه هیچی. بعد بله. بود سراسینه همینجور راه افتادیم، با جیغ و داد رسیدیم به هلال احمر. که رسیدیم در زدیم و اینا در باز کردن، ولی خیلی هم زدن به پشت بچم و کمک کردن و بهش تنفس مصنوعی دادن و اینا، که بچم زنده شد. اصلا بچم کاملا مرده رفته بود، اصلا زنده نبود. بعد بله. بردن سرم بسرش کردن، خیلی نجاتش دادن از این مرگ. راحت رفتیم، گفتیم یا مامرزا دست بچم بگیر. بعد دیگه هیچی، اونا ما رسوندن تا بیمارستان نانده و خیلی هم ما از اونا تشکر کردیم، به خاطر که اگه اینا دادمون نمیرسیدن اونا معلوم نبود سر بچه‌مون چی میومد. فامیلشو که نمیدونم چیه اونه که نجات داد بچه‌مه، ولی مدیون همون آقا خیلی کمکم کرد. یعنی مردنوار پشت بچه‌م داشت، نذاشت مثلا بچه‌م نابود رفت.